قول میدم آخر این ویدیو بگی که وای چرا اینو زودتر ندیده بودم. پس همین اول کار ویدیو رو لایکش کن تا با ایده های جدید زندگی رو آسان تر کنی. لباسای زمستونی تو همینجوری توی کمد نذار. توی یک کیسه قرار بده هوای اضافه‌شو بگیر تا جای کمتری بگیره. وقتی میری مسافرت یه بطری رو بردار از وسط نصف کن و هلو مسواکت رو داخل اون قرار بده که کثیف نشه. برای هر چیزی که توی کیفت ممکنه بریزه انگشت یه دستکش لاتکس رو ببر و روی اون قرار بده که دیگه نریزه. موقع اسباب کشی لباس‌ها رو داخل یک کیسه زباله قرار بده و از بالا نخش رو محکم ببند. اینجوری راحت با چوب لباسیاش جابجاشون می‌کنی. کاپشن‌های کلاهدار رو مطابق ویدیو تا بزن و در انتها اون رو داخل کلاش قرار بده. اینجوری جای خیلی کمتری میگیره. سر یه مسواک رو ببر داخل آب جوش بنداز و با دستتون رو حالت بده. حالا یه آویز کاربردی داری، با چند تا در بطری که کنار هم قرار دادی و با اتو داغشون کردی میتونی یک زیرلیوانی خوشگل بسازی. هر ترفندی خارجی‌ها بلد باشن تو پیجم بهت یاد میدم. پس اگه به این ترفندهای کاربردی علاقه داری حتما پیجم رو دنبال کن. حالا تو بهم بگو کدوم یکی از این ترفندا رو دوست داری امتحان کنی؟